سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز قراره با هم یک فیلم اندونزیایی که در سبک درام و کمدی هستش رو با هم دیگه خلاصه کنیم. پس هشدار اسپویل رو در همین ابتدا بهتون میدم. نام فیلم تو هندسام تو هندله. ژن خوب که میگن خانواده ماسه. اونا برای چندین نسل زیبا بودن و به همین دلیل مورد تحسین بسیاری قرار میگرفتن و از این راه پول خوبی رو به جیب میزدن. پسر بزرگ اوکیس یک اینفلوئنسر اینترنتیه که میلیون‌ها دنبال کننده داره و همینطور به عنوان کارشناس عشق به مردم کمک میکنه که کراش خودشون رو تحت تاثیر قرار بدن. پدر پاکار قبل از ملاقات با مادر خانواده با بیش از 1200 دختر قرار داشته. در همین حال مادر را میتوان به دلیل ویژگی‌های مردانه و سیبیل‌های آشکارش زیبا دانست. در نهایت قهرمان داستان کولین کوچکترین پسر و جذابترین آنهاست. به جز کولین خانواده به زندگی خود به عنوان افرادی با ظاهر خوب عادت کردند که به دلیل زیبایی که کولین داره زندگی عادی براش کمی سخت شده، به طوری که او هر روز آرزو میکنه که ای کاش فقط کمی جذاب بود، که اگر به این ترتیب بود او میتوانست بدون تعقیب و گریز از سوی انبوهی از زنان بیرون بره. دختران با دیدن چهره جذاب کولین دیوونه میشن و مویشان را میکشن و اغلب دچار خونریزی بینی میشوند. در نتیجه او تا آنجا که ممکن است از بیرون رفتن اجتناب میکند و هرگز با یک دختر تعامل واقعی نداشته و تا همین الانش هم داخل خونه آموزش دیده. کولین جز ماهی خونگی خودش هیچ دوست دیگری ندارد و بیشتر اوقات با همون ماهی ورق بازی میکنه و با صدای بلند با او صحبت میکنه که همین امر باعث نگرانی خانواده برای آینده کولین میشه. خانواده از کولین میخواد که یک زندگی عادی داشته باشه که اگه این کار رو انجام بده خانواده تمام تلاش خودش رو برای کمک به او انجام میده. اوکیس مرتباً عکسایی از دختران رو به کولین نشون میده که شاید او رو به دختری مرتبط کنه، اما کولین میگه که تیپ او دختراییه که به خاطر شخصیت و علاقه اش دوستش داشته باشن. وقتی هیچ تشویقی برای بیرون رفتن کولین کار نمیکند، خانواده یک قدم جلوتر میرود. اونا قصد دارن مشکلات مالی رو حل کنن و کولین رو برای رفتن به مدرسه گناهکار جلوه بدن. یک شب که کولین برای نوشیدن آب از خواب بیدار میشه، خانواده وانمود میکنه که برای مشکل مالی که در راه تحصیل خانگی کولین ایجاد شده وعده صبحانه رو به تخم مرغ بسنده کنن. کولین احساس میکنه که برای خانوادهش دردسر ایجاد کرده. پس صبح زود اعلام میکنه که برای ترم آینده به مدرسه میره، اما فقط به یک مدرسه پسرانه میره. اگرچه خانواده ترجیح میداد که کولین بتونه با دختران معاشرت داشته باشه، با این حال خوشحال میشوند که هر بار قدمی رو به جلو برمیدارن. چند روز بعد اوکیس کولین رو به مدرسه میرسونه، اما کولین کلاه خودش رو بر نمیداره. او تصمیم داره که برای اینکه زیباییش رو پنهان کنه تمام روز کلاهش بر سرش باشه. با این حال این طرح با شکست مواجه میشه، چون کلاهی که بر سر داره بیشتر از آن چیزی که در نظر داشت جلب توجه میکنه. کولین بی سر و صدا روی صندلی آخر می نشینه، اما سیدی هولدر کلاس و دوستاش کولین رو کمی اذیت میکنن که در همین حال معلم وارد کلاس میشه. او هم از دیدن مردی با کلاه ایمنی متعجب میشه. معلم از کولین میخواد که کلاهش رو برداره. کولین با اینکه تمایلی برای انجام این کار نداره اما چاره دیگه ای نداره و با آرامی کلاه ایمنی رو از سرش بر میداره. معلم به محض آشکار شدن چهره کولین دچار خونریزی بینی و تنگی نفس میشه. همکلاسی‌های کولین از مدیر شکایت میکنن که دانش آموز جدید خیلی زیباست. در همین حال کولین تصمیم میگیره که به خانه برگرده، اما یکی از قلدرها او رو زمین میزنه و اونو به انبار مدرسه میبرن و خودشون رو گروه تیگا تاک معرفی میکنن. گروهی که متشکل از 3 قلدر به رهبری
رهبری سیدیه. اونها به کمک کولین نیاز دارن تا با دختری به نام آماندا به مجلس جشن برود. چون آماندا فقط درخواست مردان خوشتیپ را میپذیرد، بنابراین گروه تیکا تاک از کولین میخواهند که پیشنهادشان را بپذیرد. اونها کیبوی بیگناه رو مأمور میکنن تا به کولین کمک کنه. کیبو در گذشته قربانی شوخیای قلدرها شده و به اجبار هر آنچه که اونها گفتن رو انجام داده. پس از آن کولین با کیبو به دفتر مدرسه میروند تا از قلدرهای مدرسه شکایت کنند. با اینکه کیبو میداند که نتیجه چه خواهد شد، اما همچنان کولین را همراهی میکند. مدیر مدرسه از اینکه پسرش از فارغ التحصیلی امتناع میکند ناراحت است و از آنجایی که زیبایی کولین به پسرش فرصت فارغ التحصیلی میدهد، مدیر مدرسه از آنها میخواهد هر کاری که قلدرها میگویند انجام دهند، چون که پسرش یکی از قلدرهای مدرسه است. آن شب کولین و کیبو تصمیم میگیرند روز بعد کار را تکمیل کنند و از زیر بار مسئولیت خلاص شوند. کیبو اولین فردی است که به کولین مهربانی نشان داده. اگرچه آن روز طبق برنامه پیش نرفت، او خوشحال است که دوستی پیدا کرده. صبح روز بعد آنها به مدرسه BBM میروند، جایی که دختران بوی حضور پسران را حس میکنند. آنها سختگیرانه به پسران زشت اجازه ورود به مدرسه را نمیدهند. از این رو وقتی متوجه میشوند که کولین کلاه ایمنی بر سر دارد، کل مدرسه از او میخواهند که کلاه ایمنی را در بیاورد. سپس کولین کلاه را بر میدارد و در میان دختران آشوب به پا میشود که در سراسر رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته میشود و کولین به عنوان مردی زیبا و تسخیر کننده شناخته میشود. جالبترین دانش آموز مدرسه و مدل BBM به نام آماندا نیز این خبر را میشنود و فوراً تحت تاثیر کولین قرار میگیرد. او اولین مردی است که از نظر زیبایی و موقعیت با او همسان است. آماندا تصمیم میگیرد که کولین را تحت تاثیر خودش قرار دهد. وقتی اخبار گسترده میشود، جمعیتی از دختران در مقابل اقامتگاه ماس جمع میشوند. کولین که در خیابانها پنهان شده، خانواده شروع به گرفتن پول از مردم برای گشت و گذار در خانه میکند. کولین خانواده خود را در اخبار میبیند. او احساس میکند که توسط مردم خودش مورد خیانت و سوء استفاده قرار گرفته. وقتی خانواده با او تماس میگیرند، او از آمدن به خانه امتناع میکند و هنگامی که متوجه کشته شدن ماهی خانگیش توسط گردشگران میشود، غمگین‌تر هم میشود. او از دیوانگانی که در خیابانها او را تعقیب میکنند پنهان شده که ناگهان پشت سر او دختری ظاهر میشود و میپرسد که آیا میخواهد از پشت بام بپرد یا خیر. کولین با شوک به او نگاه میکند، زیرا از بینیش خونی نمیریزد یا با دیدن او بیهوش نمیشود. دختر دیگر صحبتی نمیکند و به سادگی میرود. کولین هنوز هم در شوک است و به سختی میتواند صحبت کند. رویارویی با اون دختر باعث بهتر شدن حال او میشود. مدتی بعد او با کیبو تماس میگیرد و به خانه اش میرود. او و مادر بزرگش از کولین استقبال میکنند تا زمانی که میخواهد بماند. کولین وقتی وارد اتاق کیبو میشود، متوجه ورق بازی کمیاب می شود و از آنها شگفت زده می شود. آنها متوجه می شوند که چندین علایق مشترک دارند و ورق بازی یکی از علایق آنهاست. روز بعد آنها از مدرسه دخترانه دیدن می کنند تا دختر دیروز را پیدا کنند. در همین حال آماندا را نیز ملاقات می کنند و فایل هایی که توسط سیدی به آنها داده شد را با آماندا می دهند. آماندا تظاهر می کند که تحت تاثیر زیبایی کولین قرار نگرفته، اما پس از رفتن او بینیش به شدت خونریزی میکند. کولین کراش خود را روی پله ها میبیند، اما دختران اطرافش به او اجازه ملاقات با او را نمیدهند. در این چند روز کولین و کیبو همه کارها را با همدیگر پیش میبرند و بهترین دوستان هم شدند. یک روز بعد از ظهر کیبو کولین را برای بازی فوتسال میبرد، جایی که او اغلب برای ملاقات با کراش خود یعنی ریری میرود. پس از مسابقه کولین متوجه دختری در
در مغازه‌ای در نزدیکی آنجا میشود. کولین نمیتواند به او خیره نشود. در همین لحظه کیبو از راه میرسد و ریری را به او معرفی میکند. کولین متوجه میشود که او هم دوست کیبو است که قبلا درباره‌اش صحبت میکرد. به نظر میرسد که این دو بسیار به هم نزدیک هستند که این باعث حسادت کولین شد. او به سختی میتواند آن شب را بخوابد زیرا این احساس برای او بسیار جدید و گیج کننده است. سپس او به یاد میآورد که برادرش یک کارشناس عشق است و ملاقاتی را با او ترتیب میدهد. وقتی صبح روز بعد همدیگر را میبینند، اوکیس از شادی اشک میریزد. او منتظر روزی بود که به برادرش درباره دختران توصیه کند. کولین خانواده‌اش را به خاطر فروختنش به طرفداران بخشیده، زیرا اگر این اتفاق نمیافتاد او هرگز ریره را ملاقات نمیکرد. سپس برادران به خرید مواد غذایی میروند در حالی که اوکیس نکاتی را به کولین گوشزد میکند. کولین باید دختر مورد علاقه خودش را تحت تاثیر قرار دهد. کولین از پیشنهادات برادرش پیروی میکند. او میفهمد که مثل کیبو شناختی از ریره ندارد، اما او نمیخواهد از عشقش دست بکشد. یک روز بعد از ظهر آماندا به مدرسه پسرانه میآید و دعوتنامه تولدش را به کولین میدهد. در کنار آن یک تلفن نیز به او هدیه میدهد. بعد همان روز کیبو، کولین و ریره به جشن میروند. در نهایت ریره و کولین میتوانند با هم آواز بخوانند. در حالی که کولین مشتاق همخوانی با او است، ریره فقط روی کیبو تمرکز میکند. او میفهمد که ریره کیبو را دوست دارد و کولین از رابطه این دو حسادت میکند و هنگامی که کولین با ریره تنها میشود صراحتاً از او میپرسد که آیا کیبو را دوست دارد یا نه. در ابتدا ریره آن را انکار میکند، اما وقتی کولین در مورد رابطه آماندا و کیبو دروغ میگوید و ناراحتی در چهره ریره دیده میشود. پس از بازگشت به خانه، کولین با آماندا تماس میگیرد و از او درخواست کمک میکند. او با خوشحالی قبول میکند که هر کاری که او میگوید انجام دهد. روز بعد چند نفر برای جشن تولد او در محل برگزاری جمع میشوند. وقتی کولین و کیبو میرسند، آماندا از آنها استقبال میکند. به طرز عجیبی به نظر میرسد که او بیشتر به کیبو علاقه‌مند است تا به کولین. حتی در خلوت با او صحبت میکند. در همان زمان ریره به مهمانی میرسد و آماندا را در حال بوسیدن کیبو میبیند. کولین موفق میشود با نقشه‌ای که کشیده رابطه این دو را به هم بزند و از این موقعیت سوء استفاده میکند و احساسات خود را به ریره بروز میدهد و ریره از او تشکر میکند و به او میگوید هرگز او را فردی بیشتر از یک دوست ندیده است. کولین حتی با توطئه علیه بهترین دوستش احساساتی از ریره دریافت نمیکند. قلدرها نیز آماندا را در حال بوسیدن کیبو میبینند و از حسادت و عصبانیت خشمگین میشوند. آنها کیبو را به خاطر این کار کتک میزنند، در حالی که کولین از نزدیک تماشا میکرد و از دخالت اجتناب میکرد. بعداً کولین کیبو را به خانه میآورد و در کنار مادر بزرگش زخم‌هایش را پانسمان میکند. کولین متوجه میشود که اشتباه بزرگی مرتکب شده. روز بعد کیبو یک کارت افسانه‌ای از مجموع کارت‌هایش را به او میدهد که کولین مدت‌ها آن را میخواست. کولین تحت تاثیر قرار میگیرد و به همه اشتباهاتی که تا به حال انجام داده اعتراف میکند. کیبو از این خیانت شوکه میشود و ادعا میکند که اگر میدانست کولین هم ریره را دوست دارد او را ترک میکرد. در نهایت کیبو به او میگوید که فوراً از خانه خارج شود. کولین با دانستن اینکه اشتباه کرده است به سادگی از آنجا میرود. بالاخره بعد از یک ماه کولین به خانه برمیگردد. خانواده او بسیار خوشحال هستند، اما نمیتوان همین را در رابطه با کولین گفت. خودش را در اتاق حبس میکند و با کسی صحبت نمیکند، اما بیشتر از همه او دلتنگ بهترین دوستش. این دو هر از گاهی با یکدیگر برخورد میکنند، اما به یکدیگر اهمیتی نمیدهند. در خانه مادر کولین نگران حال اوست. او یک شب به او نزدیک میشود و ماهی خانگیش را که هرگز نمرده به او میدهد و همچنین به او میگوید که اگر ترجیح میدهد میتواند به تحصیل در خانه برگردد. خانواده فقط خوشبختی او را میخواهند و حاضرند برای آن هر کاری انجام دهند. کولین که تحت تاثیر سخنان مادرش قرار
گرفته متوجه می شود که افرادی در زندگی خود دارد که ریشه در موفقیت او دارند. این به او انگیزه میدهد تا اوضاع را بین خودش و کیبو درست کند. صبح روز بعد او به سمت رره می دود و همه چیز را به او می گوید و همچنین به دنبال کیبو می رود و سعی می کند عذرخواهی کند. اگرچه کیبو در ابتدا در را روی او می بندد، اما وقتی از رره پرسیده می شود شروع می کند به توصیف اینکه چقدر او را دوست دارد. کولین به او نشان می دهد که رره تمام مدت با تلفن به او گوش می داد. به این ترتیب او رابطه آنها را ترمیم می کند و به دوستی با آنها برمیگردد. چند روز بعد همه با هم به مراسم جشن می روند. کیبو با رره و کولین با آماندا. همانطور که انتظار می رفت کولین و آماندا عنوان پادشاه و ملکه را از آن خود کردند. اینم از خلاصه فیلم امروز. امیدوارم که راضی باشید و حتما هم تا اینجا اومدید فیلم رو دوست داشتید، پس کانال رو سابسکرایب کنید و لایک هم فراموش نشه.